بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، به ویژه سید الشهدا علیه السلام صلوات یکی بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کنید. این که 20 سال مردم کوفه تلاش کردن، زجه زدن، دغدغه داشتن باید با بنی امیه بجنگن، این جرثومه فساد رو از بین ببرن. وقتی سید الشهدا حرکت کرد اینها نشستن، اینا از عویسات و مشکلات در تاریخه. ما شب‌های گذشته مقدماتی عرض کردیم که امروز من یه قدم اگر بشه، با اینکه خیلی بحث حساسه و 100 جا رو باید بپا دادم که بد برداشت نشه. واقعیتش اینه که ما در یک شرایطی قرار داریم که برخلاف دستور معصومان که اگر شیشه فلانم دست کسی دیدی بگو انشالله آب، متاسفانه مردم مثلا ظرفای مشتبه دار، شبهه دار استفاده میکنن. الان کارم کسی نکنه، حرفم نزنه، متهم میشه و این خیلی برای سخنران سخته. سخنران بخواد حرفی بزنه که یه قدر لبه داره، 100 بار باید خلاصه 80% سی پی یوش باید کار کنه که کسی بد برداشت نکنه. آخرم برداشت میکنن. گاهی یه پیام یه عزیزی میده، میبینی اصلا چیزی که نگفتی و فکر کرده و چیزی نمیخواستی بگی و برداشت کرده. لذا کار سختیه. یه جاهای مهم بحث رو هم من سانسور میکنم. واقعیتش جهتش اینه که نمیدونم، چون گفتگو نیست، یه طرف است. اگه گفتگو بود میپرسید، انقلت میکرد، میشد ببینی رسیده یا نرسیده، جوری گفت که منتقل بشه. اما اینجا نمیدونه آدم. لذا مثلا تو بحث دیشب که مطالبی عرض کردیم، مطالب خیلی مهم میرم رد کردیم عمدن. اتفاقا امروز یه پسر بچه با استعداد 11 ساله اومد، همونی که من رد کردم، گفت اگر اینو کسی بگه چی میگی؟ خدا انشالله فرزندان ما رو همه رو حفظ کنه. گفتم این همون نیست که تو جلسه گفتم که یه ملاحظاتی هم داره که رد میشم. حالا یه وقتی که نمیشه تو جلسه مطرح کرد. امشبم یه عالمه‌شو نمیشه مطرح کرد، ولی حالا ببینم خدا کمک کنه انشالله. این مقدماتی که شب‌های گذشته گفتیم به اینجا رسیدیم. خب این مردم کوفه که رفتار امام حسن را ذلت دیدن، چرا اینطوری شدن؟ حالا ببینم میشه تطبیق کرد به این مقدماتی که ما گفتیم. حالا من این سوال بپرسم، جواب نمیخواد شما بدید، هر کس پاسخش رو تو ذهنش داشته باشه. ما وقتی میگیم هیهات من الذله، این چه تصویری تو ذهن ما میاره؟ جنگ یا صلح؟ هیهات من الذله تصویرش در ذهن ما جنگه، درسته؟ یعنی امام حسن زمان ما هم صلح با معاویه میکرد، اگه مؤدب بودیم چیزی نمیگفتیم، تو ذهنمون باید شبهه ذلت حل میکردیم. حالا ما بالاخره 1400 سال آموزش دیدیم دیگه، بیادبی نمیکنیم. تو ذهنمون میگفتیم حالا چه گلی به سرمون بگیریم این ذلتو. شعار هیهات من الذله چه ربطی به صلح داره؟
این دقیقا همون چیزی که این شبا داشتیم عرض میکرد. یعنی از یه گزاره درست هیهات من الذلت، دور از ذلت از ما. از کجای این جنگ در میاد؟ ولی همون جوری که شما می‌بینید تبادر ذهنی مونه، ارتکازه. اصلا نیازی فکر کنیم ببینیم من این ورتر برم یا اون ورتر. جنگ دیگه. عزت یعنی جنگ. درست؟ چند امام ما جنگیده اون وقت به این معنا، شمشیر کشیده. اینو چیکارش کنیم؟ چطور امام حسین استثناء شد؟ اینو چیکارش کنیم؟ حالا ما مؤدبیم، از اون حرفا نمیزنیم. به اسم شبهه. شبهه چیه؟ شبهه حالاتی داره. یکیش این چیزیست که خلاف عقیده است دیگه، صورتش خلاف عقیده است، بخوایم حلش کنیم یا ماسمالیش کنیم. ما یه جوری کوفه رو مطرح کردیم که هر ببخشید عذر میخوام با آیکیو جلبکی بیاد میگه خب واضحه که این کوفی‌ها چقدر خنگ بودن، بعد دیگه نمیگه ببخشید اون وقت تو جهان اسلام چجوری اینا 200 سال کل تشیع اداره کرد. 200 سال بار تشیع رو دوش همین خنگا بوده؟ نه، خنگ نبودن. ما اگر سریال بسازیم سریالمون رو هیچکی نگاه نمیکنه. چرا؟ چون آدمامون یا سفیدن، آدم برفی‌ان، یا سیاهن. در صورتی که انسان‌ها به جز 14 معصوم مجموعه ای از اعمال نیک و بدن. حالا کدام بیشتر و کدام کمتر؟ آدم‌ها حتی بدترین انسان‌ها به جز حالا من مثلا قاتل از ضرر کار ندارم، طیف آدم‌ها، بدترین آدم‌ها ممکنه اخلاق خوب داشته باشن، بهترین آدم‌ها ممکنه بعضی از اخلاقای بسیار قبیح داشته باشن. دنیا این شکلیه. بسیاری از آدم‌ها پیچیدگی دارن. چرا انقدر برای ما فکر میکنیم واضحه، برای کوفیان واضح نبود؟ علت اینه که ما در زمین رسانه ها نفس میکشیم. رسانه ها برای ما چیزی را برجسته و چیزی را کم ارزش میکنن. بعد چون توش نفس میکشیم، زندگی میکنیم، عادی برامون میشه. کلیپ میسازن، دیدین؟ یه کلیپ سخنرانیه، یهو یه جاشو آرام میکنه، 2 بار تکرار میکنه، یه صدای زیر صدا قرار میده. با سخنرانی کلی فرق میکنه، یعنی کلی تاکید و اولویت بهش اضافه میکنه. رسانه ها اخبار و معارف رو این شکلی به ما ارائه میکنن، یا عمدن یا از سر جهل. لذا ما خیلی وقتا اولویت هامون اولویت های برساخته است، نه اولویت حقیقی. اگه به عزیزان بر نمیخوره برید شعارهای رفقای خودتونو، من که نمیدونم شما عزیزان به چه عزیزی رأی دادید، به هر کسی رأی دادید یا حتی رأی ندادید، انشالله به حجتتون عمل کردید، انشالله ثواب کرده باشین. کار ندارم، به من ربطی نداره، یکی یکم که نمیشه اینجا الان تفتیش کرد. اما اگر برید ببینید، مثلا میبینید یه روزی ساده زیستی، همه جا راجع به ساده زیستی حرف میزنن، یه روزی راجع به برنامه، یه روزی راجع به کارآمدی و کارنامه. هر جایی که دیدید زیادی راجع به چیزی حرف میزنن، اون برساختیه، طبیعی نی. آدما سلاقشون متشتته، یهو جامعه به سمتی میره، احتمال زیاد برساختیه. هر کی نگاه میکنه اونیو که میخواد عرضه کنه چی داره، اونو تبدیل میکنه به اولویت اول جهان اسلام. کالا رو میخواد عرضه کنه و بفروشه. حالا به قیمت این که بفروشه یعنی بیاد لفت و لیست کنه، یا بفروشه یعنی بیاد خدمت کنه. قرارم شد ما تو انگیزه ها ورود نکنیم. بقیه جام اینطوریه. یه مثال بزنم در مورد آسیب شناسی تاریخ در اوان ورود به انقلاب. یه دونم برای دین. چرا برای انقلاب و دین؟ اون جاهایی که حساسه، اولا یه روح حقیقتی، یه در حقیقتی، یه هسته حقیقتی داره و بالقوه میتونه رگهای گردن رو متورم کنه. منظورم این جور جاهاست. این اون مثالایی که شبایش پیش میزدیم، یعنی بشه یه گزاره محکم جدی داشت، بعد با این یهو اشتباه کرد. این کجا اتفاق میفته؟ مثلا تو این دوران ما انقلاب جوانهایی رفتن شهید شدن.
یه هسته حقیقت داره. دین و هیئت امام حسین هم اینطورا اگه توفیق بشه مثال میزنم ببین. مثلا در مورد انقلاب شما اگر گزارش های ایام پیش از انقلاب درباره سیر اهل بیت رو برید ببینید، انقلابیون که بنده هم جزو انقلابیون انشالله هستم بنده فکر میکنم کاری که مرحوم امام رحمت الله علیه سال 57 کرده شبه معجزه است. یعنی یه کاری است که دست انسان عادی نیست گویا. اما این ربطی به این نداره که تو بحث مثلا نگاه به بحث‌های تاریخیش بررسی نکنیم که دقتمون رو بیشتر ببریم بالا. از شریعتی تا علما، اونایی که انقلابیان پیش از انقلاب سیره معصوم بحث کردن، همه یه جوری بحث کردن که شما فکر میکنی هر امام معصوم آماده است لحظه دوئل، انگار آماده است شمشیر بکشه. توجه میکنی؟ حالا معلوم اون دوره ضرورت بوده، چون به یه طاغوتی خوردن که اسقاط اون براشون مسلمه، میگشتن تو منابعمون از معارفمون استفاده کنن. این مشکلی نیست. ما به بحث مدافعان حرم برسیم، میبینیم آقا ما یه زن الگو لازم داره جامعهمون، میگردیم میبینیم اتفاقا یه الگویی داریم، زینب کبرا سلام الله علیها مطابق واقع هم هست، توان الگو بودن هم داره، یا عالم هم حقیقت دورش هست. این حرفی نیست. اما یه قدری تعمیم، این همون کلیپه که عرض کردم، یه جوری راجع به اهل بیت و اسلام بحث شده که کأنه اگر امامه شمشیرش آماده است، اصلا آماده حمله است و جهاد قیام تلقی شده فقط، در حالی که این با واقعیت فاصله داره. آیا ائمه یعنی مجاهد نیستن؟ ما به همه ائمه میگیم جاهدتم فی الله حق جهاد. همه ائمه مجاهدن، اما مجاهدت یک امام که اتفاقاً پدرجد منصور دوانیقی را در آورد عمدتاً علمیه. بریم 2 تا 3 تا مصداق از 38 سال امامت یک معصوم پیدا کنیم که درش مبارزه سخت مثلا شبیهش هست، 37 سال کار علمی حضرت رو نبینیم، وقت باید بگیم این امام کلن اولویت ها نمیشناخت. مثل این که بگن کاشانی منبری خوبی بود و تا پایان عمرش موفق شد 4 رکعت نماز بخواند. شما بگید آقا منبری خوبی بود، این حیف این که لای جرزای دیوار ازش استفاده کنه. اگر جهاد عزت فقط یک مدل قیام بود، شما چیکار میخوای بکنی امام صادق علیه السلام؟ دقت کنید چی عرض میکنم، فایدم نداره برید 2 تا مصداق بیاری. 38 سال یعنی 38 سال، 30 سال 365 روز. باید ببینین نوع کاری که حضرت میکرده چی بوده. اتفاقا پدرجد منصور دوانیقی هم در آورده. موسی بن جعفر سلام الله علیه. ائمه ما عمدتاً در تقیه بودن عزیزان. تقیه رو کسی ترس و ذلت بدونه، این همونیست که صلح امام حسن را ذلت میدونه. همون مسیر. نه سید الشهدا از تقیه خارج شده حتی روز عاشورا. سید الشهدا یک گوشه ای از عمرش یک کم تقیه نکرده. شما چند تا جمله از سید الشهدا در مورد قاتل حضرت زهرا شنیدید؟ حتی روز عاشورا میگه آقا یه جای کنایه هست. میگم یه جای کنایه هست که من که نمیگم نیست، که من چی عرض میگم 10 سال امامه، 10 تا 365 روز، 3650 روز امامه. به چی پرداخته؟ امام حسن سلام الله علیه هم اینطور. موسی بن جعفر سلام الله علیه دائم در تقیه است و در همون تقیه داره مبارزه میکنه. امروز گفتن این قهرمان غزه محمد الزیف الحمدلله سالمه. الحمدلله. شما اینی که نمیتونن او رو پیدا کنن بزنن میگی ترسوه، یا میگی این باید فرمانده باشه؟ چرا ما تقیه رو ترس قلمداد کنیم؟ اینی که نمیتونن پیداش کنن قوتشه، عقلشه.
بهره از حکمت داره. شجاعت نیست آدم خودشو دم تیغ بده، تهوره، بلاهت، سفاهت. میگن خیلی شجاعی از برج میلاد بپر پایین. این خلوچل کسی که این کارو میکنه. شجاع کسی است که در جایی که باید قوت قلب داشته باشه، جونشو به خطر بندازه، حکیم باید باشه. وگرنه بگه من شجاعم، الان میپرم از پل آبر وسط بزرگراه صدر، اینو باید ببرنش با زنجیر ببندنش. این که شجاع نیست. این که عرض میکنم ائمه تقیه میکردن. اگر بگه آقا یعنی چی تقیه میکردن؟ یعنی از جونش میترسید. این همون مسیر ذلت امام حسن گفتن نعوذ بالله. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه عمدتاً در تقیه بود. وقتی اینا میرفتن پیش سلاطین خوشوبش میکردن، محترمانه حرف میزدن، از القاب استفاده میکردن برای اونا. آیا قبول داشتن؟ نه که قبول نداشتن. همین محمد از زیف اگه الان مثلا فرض کنید تو فرانسه ببینی شما، ممکن به زبان فرانسوی حرف بزنه، کراوات هم زده باشه، برای اینکه شناخته نشه. مثلا نمیدونم ها. خب تقیه یعنی اینکه شما شبکه‌ای درست کنی که اون شبکه زیرزمینی به اهدافی که شما تعدادت کمه، دشمن منسجمه، پول زیاد داره، به اون ضربه بزنی ضربه نخوری. این عقله. جزو 4 رکن تشیع شبکه سازی. تو شبکه سازی تقیه نوعی خودی غیر خودی هست، هوش اجتماعی هست. شما باید یاد بگیری چی و به کی بگی، چی و به کی نگی. کی در حد بقال سر کوچه‌مون ازش فقط پفک میخرم، کی با او راجع مسائل مهمتر حرف میزنم. امام صادق سلام الله علیه معارف امامت را به بعضی فرزندانش نمیفرمود. عبدالله افتح وارد اتاق میشد، حضرت با بعضی یارانش بحث میکرد، حرفو عوض میکرد. اینه که امام عاقله. بگه نه ما شجاعیم میگیم، خب میگی امام بعدیو میکشن. یه جوری ائمه تقیه میکردن که بعضی از شاخصترین شاخصان یاران اهل بیت نمیدونستن بعد از امام صادق به عنوان نمونه امام بعد کیه. خیلی این پنهان کاری میخواد. همون جور که امیرالمومنین سلام الله علیه سیستم عیونشو، یعنی سربازان گمنام حکومت امیرالمومنین احدی تا حالا شناسایی نکرده. ما یه کار مخفی میخوایم بکنیم، دیدید دیگه همین امسال بعضی هم که انقدر یخ قاشق نشستن هنوز آقا صحبت نکرده، شعار امسال اینه باریکلا، مثلا مدال میدیم به تو. این بده، یعنی سیستم سوراخه. بابا بذار که چی مثلا چی بلدی؟ یه ذره ظرفیت هم تقیه ظرفیت میخواد. میدونم نگه میدارم تو سینم، به وقتش به شخصش میگم، به هر کسی نمیگم. این تمرین میخواد، رشد میخواد، علم میخواد. عیون حضرت تا امروز لو نرفتن، فقط حفای حضرت لو رفته. یعنی اون کسی که عیونو میپایده، چون نامه زد مالک ابن کعب رو فرستادم شما رو بازرسی کنه، خودش منتشر کرد. بقیه رو ما نمیدونیم کیان امروز. تا به حال 20 سال حداقل بنده رو سیره امیرالمومنین متمرکزم، تا به حال نفهمیدم چه کسی از عیون امیرالمومنین. اما از اوصافش یه وقتی بحث مفصل کردم که احتمالاً این عیون امیرالمومنین شبه مجتهدن، حالا بحث کردم، اما نمیدونیم کیان. دیگه کسی به امیرالمومنین که نمیتونه خدای نکرده نعوذ بالله اتهام ترس بزنه. که موسی بن جعفر سلام الله علیه در طول عمرش دائما در تقیه است، به گوبخند داره. او قرار لو نره دیگه، بره کنار حاکم بگه من این کار کردم من این کار کردم. خب اون شبکه فاش میشه، کما که بارها همین شبکه هایی که شیعیان خطا کردن فاش شده، ما آسیب دیدیم. در روایت هست گرامی دادن به شیعیان ائمه که قیام بعدی سال 70 شیعیان لو دادن، شکست خورد. گفتن سال 140 لو دادن، شکست خورد. 7 روایت معتبره. ائمه فرمودن دیگه نمیگیم، انقدر سیستم پخته نیست که بشه این فوق محرما خیلی محرمانه ها رو گفت و دیگه نمیگیم که قیام بعدی که اعلام کرد. هی میگه باید قیام کنی. آقا چرا شرط میذاری برای امام؟
نمیشه برای امام شرط گذاشت. امام چه قیام کنه چه صلح امامه، هیچ کدومش مانع امامتش نیست، خط قرمز امامتش نیست. اگر سید الشهدا صلوات الله علیه تو کربلا این کارو نکرده حضرت، ما توصیف میکنیم چه فرموده چه کرده. اگر سید الشهدا تو کربلا با یزید بیعت هم میکرد، ما که نگاه میکردیم او امام ما بود، دستور به صلح هم میداد امام ما بود. البته این کارو نکرده، ما سر جاش مفصل یه جایی عرض کردیم برداشتمون و آنچه دیدیم. خط قرمز کسی نیست. اگه یه روز به شما بگن امام رضا صلوات الله علیه ولیعهد مأمون شد، فرض کنید فعلا اجبار نبود، به مسائل امت رفته بود. بعضی هم گفتن اگر ولیعهد شد میفهمیم امام نیست، بی خود امامه. این همه بحث کردیم، مگه معصومی؟ ما ابزار برای نقد امام نداریم، ما فقط در یه صورت میتونیم امام رو نقد کنیم، اونم این که میفهمیم امام نیست، اونم اینی که امام خلاف واضح برهان عقل یا نص قطعی سخن بگه. یعنی امام بگه 2 به اضافه 3 میشه 11 و 2 دهم، این معلومه که ایشون امام نیست، ببریدش زندان پیش اون تبریزی و قزوینی و اصفهانی و اینا. این هم امام زمان قلابیه، چون ما با عقل اومدیم تو دین. امام نمیخواد که ما هیات آقام بزنیم که 2 تا 8 تا بگه به ما که ما نفهمیم، ما با همین عقل اومدیم تو دین. هر معلوم هم هست که این کارو نمیکنه. غیر از این تیپ موردها، مثلا امام بگه از امروز تا 30 سالگی 1 خدا دارید، انشالله پیشرفت کنید از 30 سالگی 3 خدا، و انشالله سن که رسید به 50 خلاصه خداها میرن به چند جا مثلا. نه دیگه، شما میفهمید امام نیست، چون توحید از اون مواردی است که میشه حاج خانومو گفت نظر میکنم اگر عالم 2 خالق هم ارز داشته باشه زنم را طلاق میدم، انقدر سفته. اینا رو که واضح نمیگن دیگه، اینا رو که واضحه. در غیر این موارد امام لا یسأل عما یفعل، امام بازخواست نمیشه. چرا؟ چون ما تفوق نداریم چرا این کارو کرده. چرا؟ چون بل عباد مکرمون. این آیه در قرآن برای ملائکه است، در روایات و زیارت جامعه برای امام هم هست. یه بحثی تو منطق قرآن یه وقتی داشتیم، چون مصداق بارزش همین من توضیحش اونجا گذشته. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، اینا بنده های خدا، در قول بیان اراده از خدا پیشی نمیگیرن. و هم به امره یعملون. و هم به امره یعملون یعنی چی؟ معناش این نیست که به امر خدا عمل میکنن. منم به امر خدا عمل میکنم، نماز مغربم خوندم اومدم، تازه روزم میگیرم، منم به امر خدا عمل میکنم، ولی گاهی به امر خدا عمل نمیکنم، خطا میکنم. اگر میفرمود و هم یعملون به امرهی میشد کاشانی. به امرهی رو میبره قبل از فعل، یعنی فقط این است، جز این نیست که به امر خدا عمل میکنه. پس هر کاری بکنه کاشف از اینه که خدا دستور داده. درست شد؟ من اون روزی که محضر مبارک شما عرض کردم حضرت ابراهیم پسرشو، نمیدونم حضرت یوسف سر اون حضرت خضر تو ماجرا، عمدن مسئله چالشی مطرح نکردن. اون روز خیلیش صورتیاشو اونجا گفتم که هم ببینیم فقط مواردی هست قابل تأسی نیست، اما به مرور میشه مسائلی رو مطرح کرد که برای ما هم چالشه. شبیه همین هیهات من الذله. هیهات من الذله معناش معلومه، حرف درسته، نتیجهش اینه که پس حتما جنگ یا حتما صلح یا این است یا اون است. این نتیجه همون مسئله قبلی است. امشب اول خواستم یه خورده عذرخواهی کنیم از کوفیا. تازه کوفیا انقدر هیئت نیامده بودن، انقدر معارف نشنیده بودن، انقدر کتب روایی ندیده بودن، انقدر تفسیر ندیده بودن، بیچاره‌ها در دوره خلفایی بودن که اصلا این حرفا شنیده نشده بود. طبیعی بود گفت بابا این بنی امیه است دیگه، باید باش جنگید. فکر میکرد چون بنی امیه بده راه فقط جنگه. در دوره ما ممکنه یه سازشی مصلحتی جرأت نکنن به ما بگن آقا من حالا یه خاطره بذارید اول بگم بعد اینو بگم.
من اون 3 سالی که مبارک رمضان از امیرالمومنین میگفتم، سال سوم یه چند شبی گفتم آقا امیرالمومنین محبوب قلوب هر انسان آزاده. مسیحی‌ها چی گفتن یادتونه؟ اگه دیده باش. یه عزیزی یک تحلیلی کرد که من هر روز خلاصه موهای تنم هرچی شونه میکنم خلاصه آرامش پیدا نکردم. گفت به نظر میاد قراره یه مذاکراتی با اروپا اتفاق بیفته. چقدر گرفتی که مسیحیت را در دل مردم نرم کنی؟ الان باید از این استیکرهای تعجب باید. ما یه یقین داریم و یه جاهایی که فهممونه، استنباطمونه، حدسمونه، وهممونه، ظنمونه، گمانمونه. ما از ائمه یاد گرفتیم وقتی یقین داریم جلوی یقین هیچ کدوم اینها قرار نمیگیره. مثل چی؟ مثل این که یه خونه ایه به نام ایشون چند متری میخوان، سند تکبرگ داره، 600 نفر شاهدن، کجا چقدر ایشون پول داده همشو فیلم برداری کردن. منم میگم توی جوب پشت توی حاشیه یه روزنامه نوشتن مال منه. اون اسناد مقابل این ادعام قرار نمیگیره. انگار که تانکو بذاری مقابل یه دوچرخه، اینا بخورن به هم اصلا راننده تانک متوجه نمیشه خوردن به هم. مثل اون حشره که گفت به آماده باش میخوام من پرواز کنم. یقین مقابل شک و تردید و ظن و گمان اصلا زوری نداره. ما یه یقین داریم امام رضاست. یه بررسی داریم که آقا مثلا اگر امام رضا رو فرض کنید زور نکرده بودن بره ولایت عهد بشه به یه جهتی، اصلا جا نداره که این گمان و مقابل اون یقین بذاریم. یعنی این شبا گفتیم آقا معصوم داریم غیر معصوم داریم، ما سر تا پا خطاییم، برای همین بود دیگه. اون بنده خدا کوفیا منبریاشون نگفته بودن این حرفا رو، اینا میگفتن آقا جنگ دیگه واضحه، معاویه بعد باش جنگید دیگه، پیغمبر فرموده این اذا رأیتم معاویه علی منبری فابقروا بطنه، اون شکمشو پاره کنین. حالا وایسی میریم کوکومت رو ببینیم دستش. آقا میخوای بگی حقو نمیشه شناخت؟ نه آقا نمیخوام بگم، ربطی نداره. اگر دسترسی به امام داریم، امام داره کاری میکنه و یقین داریم معصومه، حدسیات ما نمیتونه جلو اون یقین را بگیره. حالا به ما چه ربطی داره؟ نرسیدم هنوز به دین برسم. بذار یه مثال انقلابی بزنم. ما تو اون بحث سیره عرض کردیم ائمه ما همه مجاهد هستن، اما اینکه همه بخوان براندازی کنن به صورت بخش اصلی امامتشون، ما از سیره نمیفهمیم اینو. شاید همون کار علمی حضرت صادق یا اون 2 موردی که موسی بن جعفر سلام الله علیه سر فدک و ماجرایی که جدن پیغمبر بالا تا پایین حکومت هارون را، حکومت بنی عباس را متزلزل کردن، اما به این معنایی که هی در قیام ها شرکت میکردن نیست. و اینکه بریم بگردیم یه مثال از یه جا پیدا کنیم، این علامت. شما یه روز پیدا کنیم من دارم تو خیابون لیله میرم بستنی لیست میزنم، این مال هر روزم نیست. واضحه دیگه. بخوایم یه نسبتی به من بدین، به قول طلبا با موجب جزئیه نمیشه، بعد بگی همیشه این کارو میکنه. یه دفعه ما یه لیله‌ای کردیم فرض. حالا تو انقلابش هم بگم ما وقتی خطوط کلی تو ذهنمون، خطوط کلی ذهنمون رو زیاد میکنیم. خطوط کلی ذهن ما همیناییست که هی گفتم روش میشه نظر طلاق کرد، اینا رو زیاد میکنیم. آقا مثلا خروج از دین یا خروج از انقلاب، به یه نفر بگیم بی دین یا به نفر بگیم ضد انقلاب، این باید یه کاری بکنه که از دایره خارج بشه، نه صرفا یه کاری که برای من مشکوکه. مثلا الان ما مثل نقل و نبات اگر ببینیم کسی اون کاری که ما دوست نداره بکنیم، میگیم عافیت طلب، فوش میدیم دیگه، مثل نقل و نبات فوش میدیم. درست؟
به علما که خیلی فحش میدیم و اینو متوجه نیست جامعه ما. تو جامعه ای که قد بلندها رو میزنی، در این چند انتخابات اخیر ببینید کیا میدون دارن. شما وقتی بزرگانو میزنی، جنگیلیا مسئولیت میگیرن، جامعه ضرر میکنه. اینجا بخش امنیتی داره ازش رد میشم نسبت به رفتار ما با اهل سنت کردستان. فقط گفتم که اهلش میدونن کجا رو دارم گرا میدن. زودی طرف رو پرت میکنم از دایره انقلاب بیرون. علامه طباطبایی چون آقا فرموده عرض میکنم. یکی دو تا از دوستای ما کتاب در مورد علامه نوشتن، 2 مجلدش چاپ شده. آقای علامه طباطبایی حرفای راجبش هست. اون چه مسلمه علامه طباطبایی از این چفیه به گردنا که میریزن تو خیابون شعار میدن نبوده. این نبود. مثلا فرض بفرمایید که هی بیانیه بده تشویق کنه بیاید انتخابات، به اون شکل نبوده. بگی مافیت طلب کی ضرر میکنه؟ حالا نگاه رهبر انقلاب عرض میکنه کی ضرر میکنه. ببین شما میگن آقا میخواید رایانه یه چیزی درست کردن که آدم میخواد بگه 15 ثانیه صبر کنه با پایانه و یارانه. میخوای کامپیوتر بخری، انواع مختلف داره، آل این وان و لپتاپ و نوتبوک و مکبوک و پی سی و فلان، برندهای مختلف، رنگ مختلف، سایز مختلف، اما سیستم عامل زیاد نداره. شما بگی آقا یه صورتی 15 اینچ میخوام، سیستم عاملش هم ویندوز نباشه، میگه خب چی باشه؟ لینوکس باشه. لینوکس وزنش قشنگ نیست، خوش آوا نیست. بعد میخوای چیکار کنی؟ شما میتونی برند انتخاب کنی اما سیستم عامل کمه. فرض کن بگه بخشنامه کنن بگن گوشی همراه سیستم عامل اندروید رو نمیذاریم وارد کنیم. این یه مورد 2 مورد نیست که. علامه طباطبایی یه انقلابی شیشاتیشه نیست. بگیم عافیت طلب بزنیم کنار دیگه. بصیرت نداره. درسته؟ میتونیم بگیم. میگم که همینجوری خیلی ها رو گفتیم. حالا اینا رهبری میفرماد. بگیم رهبری دیگه نمیشه بهش اتهام زد. میگن پدر من با علامه رفیق بود. اینا مثل ما انقلابی نبودن، زد نبودن مثل ما. آقای رفته زندان چی؟ خب اما مبانی فکر انقلاب مال امثال علامه طباطبایی. حالا یه آدم داغ که هی شعار میده، وزیر شعاره، بیشتر به انقلاب خدمت کرده، انقلابی تره. ما باید ببینیم کیو میخوایم؟ یا اون کسی که سیستم عامل انقلابه، نرم افزارهای انقلاب رو سیستم او سوار میکنه. کدوم بگیم انقلابی واقعا؟ یه کسی که آقای مصباح، آقای جوادی، آقای صبحانی، این همه آیات و آیات عظامن، شهید بهشتی و بشمونید چقدرن؟ کی انقدر آدم برای انقلاب درست کرده؟ اون که داد میزد اونم سر جاش بنزه خودش مفیده، کار ندارم. اما اینی که انقدر من گیج باشم مثل همون که اصلا اولویت بالا پای میشه که اونو نماد بگیرم اینو بدم بره، خب چی میمونه برا من؟ تمام این طرح ولایت ملایت اینایی که اتفاق افتاده همه رو مبانی ایشون و شاگردای ایشون. اون موقع که زمان شاه مارکسیسم یه بالی شد برای اینکه جذابیت قیام مردم به سمت اسلام نبره، ببره به سمت کمونیستا. کی حرف داشت بزنه مقابل اونا جز علامه و شاگرداش؟ حالا کنشی که اون مجتهد مسلم حیرت انگیز به این نرسیده که بعضی کارا که ما بکنه، او مثل من جیغیل نیست که ای بخوای بگی آقا بکن نکن. اگه بود که دیگه اونقدر فکر نداشت. ما مفت روی توهماتمون یا ظن و گمانمون آدما رو میریزیم. همون کاری که با سلیمان سرعت خزایی کردیم، به لجن کشیدیمش. یعنی میخوای بگی سلیمان سرعت خزایی حبیب ابن مظاهر؟ نه نمیخوام بگم.
اما این نگاه صفر و صدی، یا خائن است و فلان است. آقا هر وقت حرف کم میاریم میخوایم عبرت بگیریم، میریم یه شک میزنیم تو گوش سلیمان سرد خدایی، یه لگدم به محمد حنفیه. بابا باید تحلیل کنیم چه اتفاقی افتاد. از کل بنی هاشم هیچ کس نیومد کربلا جز چند تا نوجوان، همه و چند تا جوان، همه از 3 برادر فقط، عقیل و جعفر سلام الله علیه و مولای امیرالمومنین. این یکی چرا نیومد؟ انگار بگن که اون خونه خیابون الف، کوچه مثلا نمیدونم سنبل پلاک 2، چرا هیئت عبدالله نیومده؟ مگه همه مردم تهران اومدن که اون یکی نیومده؟ چند نفر مگه اومدن؟ مثلا نمیدونم 2000 نفر، 5000 نفر، چقدر؟ تهران چقدر جمعیت؟ آقا کل بنی هاشم چقدر جمعیت داره؟ قاطبتا نیومدن. ما این یکی چرا نیومده؟ ما چه میدونیم چرا نیومدش؟ عذر داشته یا نداشته؟ چون ساده میخوایم نگاه کنیم، زود موضع گیری کنیم. این از اول تش باد میوزید، اون چیکار میکرد؟ یه جمله درست میگیریم که آقا مثلا فرض بفرمایید که این انقلاب در تقویت اسلام مؤثر است، این جمله درسته. با این جمله درست شروع میکنیم شمشیر زدن. آقا این همون غلط قبلیه. بابا میگه دیدی شیشه فلان دست طرفه، یه جوری تحویل کن. دیدی رهبر انقلاب گفت برای چی میگیدن که نمیان زدن؟ شاید کار داشتن. آقا این رو مبانی داره حرف میزنه. این آقا میگه تو چرا ور میداری برچسب به همه میزنی؟ بعضی جاها که برچسب احمقانه هم هست، ما دشمن رو تقویت میکنیم. واقعی هم نیست. برای چی به همه نسبت میدیم؟ هم تو سیاست اینطوریم، هم تو دین. یه مثال دینی هم بزنم. منظورم چرا این دو مورد رو دارم میگم، اینا اون موضوعاتی است که هستش حقیقته، امکان این رو داره من رای گردنم ورم کنه، به خاطرش جون بدم. برای چیزای دیگه مثلا سر لبو که آدم جون نمیده که. اینا حساسن، حقیقت توشون هست و اتفاقا سر این ممکنه ما گناه کنیم بیشتر. اثر وضعیش جامعه رو دچار شقاق کنه. امروز جامعه ما نتونسته بین دینداران و غیر دینداران رفتار عقلایی به صورت اجتماعی دارم میگم، یه سوی ساختمان ممکنه خوب رفتار میکنن همسایه‌ها، که مردم رو از دینداران بتونن بترسونن. من نتونستیم ما راه پیدا کنیم، برای اینکه ما هی ورداشتیم از یه گزاره درست یک برچسب کلفتی انتخاب هی زدیم به همه، هی ریزیدیم. چی میدادن به ما؟ پول میدادن به ما، اعتبار میدادن به ما، مدال میدادن به ما. چی وایسادیم رو اون نقطه بالا همه ریزش کردن؟ حالا مثال دینی بزنم. توی دین شما مرز دین در اسلام در دنیا توحید و نبوت، شهادتین هم میگیم، میشی مسلمان. حالا اینکه قیامت بخواد ایمانت کامل بشه میدونید کار ندارم. هر چی بگیم، هر کاری کنیم یکی این دوتا رو نقض کنه، از مرز اسلام میزنیم بیرون. اگه من بگم آقا این آیه به نظرم معناش اینه اون نیست، ولو غلط بگم، از مرز اسلام بیرون نیستم. کی بیرونم؟ یه چیزی بگم که پیامبر را تکذیب کنه. مثلا بگم در اسلام نماز نیست، یه هندو هم بیاد اسلام رو بررسی کنه، میفهمه قطعا پیغمبر این اسلام، حتی پیغمبر رو مدعی نبوت بدونه، نعوذ بالله، یه قطعا این آقا نماز آورده. کسی بگه نماز نیست، تکذیب پیغمبر داره میکنه، اون دیگه مسلمان نیست. اما نمیگم شک بین دو سه، شک بین دو سه ضروری دین نیست، توش اختلاف هم ممکنه باشه. ما با برادران اهل سنت چقدر اختلاف داریم؟ سر 4 رکعت نماز ظهر اختلاف نداریم. اینم مال دنیاست. در دنیا ما مرز مسلمین اینه. خب حالا ما چی کار میکنیم؟ ما به راحتی هر وهمی رو ضروری دین تلقی میکنیم، آدم ها رو پرت میکنیم بیرون. مثلا
یه آقایی پیدا میشه، حالا البته تو پرانتز عرض کنم بهتره گویندگان متفکران با اعصاب مردم بازی نکنن، مردم را تحریک نکنن، چیزی که جزء حساسیت‌های عمومی جامعه است و با احتیاط از کنارش عبور کنن. اما بالاخره باید از بدونین درست چیه. فرض کنید که یه نفر مثلا الان مد شده از شهادت پیغمبر میگن، قبلش عرض کنم بنده اگه بخوام ترجیح بدم بعد اللتا واللتی تقریبا شهادت را ترجیح میدم. چند سال پیش مصاحبه‌ام مکتوب موجوده، این اول شهادتین رو بگم. اما شهید شدن پیغمبر و اصرار رو لفظ شهادت یک امر جدیدیه تقریبا. من آقا اون موارد تاریخی را میدونم، دارم افواه عمومی رو میگم. یهو یه برادری چون میگه انکار شهادت پیغمبر این توهین به پیغمبره، حالا یه عالمی 300 سال پیش تو کتابش نوشته رحلت، که رحلت اعم از مرگ طبیعی یا شهادته، اینم لعنت الله علیه. این همون مسیر عصمت انگاریه آقا، یعنی از دین خارج شد، ضروری دین انکار کرد. آقا یه مسئله علمیه، بررسی کنیم ببینیم پیغمبر اکرم به مرگ طبیعی از دنیا رفتن یا شهادت. بنده ترجیح هم شهادته، اما بنده مگه امیرالمومنینم که مخالفت با من بشه خروج از دین؟ خیلی چیزهای دیگه هم همینه. اصلا شما نگاه کن، ما این همه مسئله اصلی داریم که اونایی که میشه حاج خانومو روی جزئیاتی که اصلا اهمیت نداره یون شما میبینید چند روز یقه کشی، فحاشی، حمله، جابجایی بر منکر فضائل امیرالمومنین. هم چی تو دینم هم این شکلیه، شبیه همون چیزی که برای انقلاب هست چون حساسه. برگردیم همین جایی که این شبها داریم عرض میکنیم گیر ماه. کسی بگه سید الشهدا شهید نشده، این تقریبا ضروری دین رو انکار کرد. اما اگر کسی در یکی مثلا بگم نمیدونم شم قاتل یا انس قاتل، این ضروری دین نیست. بسیاری حالا برید یه وقتی نگاه پیغمبر فرمود علی جان اون موقعی که مردم دیدی سراغ مستحبات رفتن، مستحبات نماینده غیر اصلیاست، تو به واجبات یعنی نماینده اصلها برس. شما حساب کنید چقدر دعواهایی که تو جامعه پیش میاد سر موضوعات اصلیه، چقدر سر موضوعات فرعیه، چقدر از دعواها، کینه ها، نفرت ها، درگیری ها، مباحثات بی خودی. من یه وقتی راجع یه موضوعی مثل تاریخ شهادت یا اینا یه چیزی گفتم یه جایی، الان دیگه نمیگم، سالاست دیگه نمیکنم این کارا، اشتباه بود آقا، چون گوش نمیده کسی، فقط دعوا درست میشه. طرف از روی کتاب نمیتونست بخونه ولی تو 30 تا سند بر من فرستاد. گفتم اینایی که داری میگی سنده؟ مثلا تو فکر کردی 30 تا کتاب با آدرس صفحه بدی، مثلا کتاب 70 جلدی رو میگی صفحه فلان جلد کدوم؟ من نزدیک دیدی اصلا اینا رو. بعد اون کتاب مثلا به یکی روزه خونده بود، خیلی عجیب بود. یه کتابی هم داریم مثلا ابقات الانوار، کتاب بسیار مهمی در اثبات امامت امیرالمومنین، چند تا موضوع داره، حدیث قدیر، حدیث منزلت، اینا. یه روزه خونده بود، تعجب کرده بودن، گفتن این کجاست؟ گفتم ابقات الانوار، چون چاپ نشده، حروفی میده، کسی نمیتونه بره پیدا کنه. آقا این کتاب فضائل هم حتی نی، این کتاب دفاع از امامت امیرالمومنین. انگار من یه حرفی بزنم بگین کجای دین اومده، بگم در بیانیه بایدن. ربط نداره، این آدرسی که میدی خودش معلومه که کی به کیه. 30 تا کتاب فرستاده بود. بهش زنگ زدم بودم عزیزم اون حرفی که من زدم بالاخره یه قدری روش یه کاری کرده بودم، تو این کتاب رو خودت ورق زدی تا حالا؟ چون کتاب راجع به اصول فقه، موضوع ما تا یه موضوع تا مثلا تو این موضوع هست، اصلا اشاره شده. بعد این که کلا تو 2 سال اخیر یه صفحه کتاب نخوندی، کیو پیدا کردی که 30 تا کتاب و صفحه بده، چون فکر کرد خیلی مهمه باید از دین دفاع کرد. آقا این رگت که ورم میکنه باید از دین دفاع کرد و بسم الله باید از دین دفاع کرد. یه چیز بگم جگرتون بسوزونم روزه بخونم.
ما مکه بودیم، یه هتلی بود اونجا که ما بودیم، اسمش فندق میدان بود یا شما بگو میدان، در عزیزیه جنوبی طریق طائف. همسفریای ما تاسوعا برمیگردن، یه گروهی داشتیم اونجا، هر روز برنامه داشتیم و جلسه داشتیم و اینا، مطالب میذاشتن اونجا. الان که اونا اونجان از اول محرم عروسی میگیرن اونجا، ماشینای گل زده رو یکشو میذارن تو گروه. یعنی چی؟ یعنی بنی امیه مؤثر بوده، تونسته توده و عوام غیر شیعه را کاری کنه. همون جور که شما دیدید گاهی تقویم تاریخ تلویزیون میگه چقدر مناسبت داره امروز. مردم جهان اسلام وقتی میرسن به محرم یاد امام حسین هم حتی نمیافتن. نه اینکه ناسبیان، یه عده ناسبیان، یه عده دچار سوختگی حاد شده پدرشون، ولی قاطبتاً توده عموم اصلا خبر ندارن هیچی. بلا تشبیه همون جور که شما نمیدونی سالگرد انقلاب کبیر فرانسه کیه، نگفته کسی، نمیدونن، به کوب چیزای دیگه به اینا گفتن که حالا خودش یه بحث مفصلیه. یه دهه حداقل بحثه که بگم من چه کار کردن که اینا بیچاره ها اینجوری فکر میکنن. اصلا نمیدونه چه موضوعیه، یعنی نمیخوام بهشون نسبت اینا عوام اصلا نمیدونن. ما که اینقدر عاشق سیدالشهداییم و حضرت زینب سلام الله علیها رو حتما جزو مهمترین سرداران کربلا میدونیم. سرداری که نجنگید، سرداری که بیان کرد. آقا ما هیچ کاری نباید بکنیم. میره توی جزئی راجع به یه روزه‌ای یهو با هم دعوا میکنن، یه آقای یه حرفی میزنه، یه عالم ربانی ویژه مجتهد، حالا ما بخوایم بپذیریم میخوایم نپذیریم از کردیم، میشه بحث کرد، یوتیوب بین الحرمین طرفو لعن میکنن. آقا این اصل بود یا اینی که اون پیامی که زینب کبرا رفت کاخ یزید رو به هم ریخت، یزید نتونست گردن بگیره؟ امروز تو جهان اسلام روز شادی، روز غم نیست، منتها چون مردم دنیا بدشون میاد مسلمونا به خاطر شادی امام حسین خوشحالی کنن، اونا بلد بودن برای اینکه عزاداری نباید بکنن، چون اگه عزاداری کنن میفهمن بنی امیه کیه، میفهمن اونایی که بنی امیه رو آوردن کیان. نمیگه برای قتل امام حسین عزاداری کن، میگه سال 9. اون بیچاره فکر میکنه سال 9 خوشحاله، اصلا چه میدونه موضوع چیه. اون فقط میخواسته که اون روز غم نباشه و نیست، امروز موفق بوده. ما یه جایی که اصلا نباید دعوا میکردیم یقه‌مو ول نمیکنیم، یه جایی که باید میرفتیم خبر میرسوندیم، پیام میرسوندیم، رها کردیم. یه نصف نیمه کار مهمی که ما کردیم انشالله توسعه پیدا کنه، این همایش شیرخوارگانه. دنیا به اطفال حساسه. خود ما حتی برای اون طفلی که داشت فرار میکرد از دست تروریستا، از ترک قایق افتاد تو رودخونه، صورتش رو آب بود، غرق شد، آوردش ساحل، هممون براش گریه کردیم. ما از هر ظلمی بیزاریم. این همایش شیرخوارگان رو اگر نمونه کار رسانه‌ایه علیه امام حسین سریال ساختن، جهان اسلام صداش در نیامد، چون فکر میکرد چیزی نقض نشده، مشکلی نیست، چون نمیدونستن چی. این همایش شیرخوارگان مهمیش اینجاست که دنیا به کودک حساسه. شما عزاداری کن، غمزنی کن، سینه زنی کن، مجلس بگیر، منبر برو، برای دنیا حساسی. میگن هر مذهبی، هر آیینی برای خودش یه مناسکی داره. اما یه 10,000 تا بچه شیرخواره بیارن، دنیا میگه چتونه. بعد بگن آقا یکی برداشت به یه طفل شیرخوره تشنه تیر زد به اسم دین، دنیا واکنش نشون میده. خب وقت گذشت. این شبها که اینقدر گفتیم آقا کسی رو با معصوم، میخوام وارد روزه بشم، کسی رو با معصوم قیاس نکنیم. کلماتی که مهمه برای معصومه به کار برای دیگران نبریم. حالا ببینید سیدالشهدا چه عباراتی برای آقای عالم به کار برد.
یه کاری کرد که اگر زنده میمون هیچ کس در امامت شک نمی کرد. و اینم به شما بگم مسیر کمال بازه، همون جور که آقای ما علی اکبر رفته. و اینم عرض میکنم اینو بدونید، معمولا ما خورشید وجود سید الشهدا مانع میشه وقتی وارد حرم و زیر قبه میشیم به این آقا توجه خاص کنیم. ائمه ما مثل حضرت صادق صلوات الله علیه زیارت خاص برای علی اکبر میخوندن. به علی اکبر امام صادق فرمود که بابای تو وقتی بالا سر تو رسید خون تو رو هم با آسمان پاشید. فرمود که بابای تو بعد از تو داغ زیاد دید و هر داغ قبلی رو کهنه میکنه، اما لا تسکن علیک من ابیک زفره. قمر بنی هاشم رفت کنار علقمه، ولی سر تا پای وجودش برای تو گر گرفته بود، ذره‌ای تحت تاثیر قرار نگرفته بود. تا زنده بود ذره‌ای از غم تو داغ‌های بعدی نکاست. اون لحظه‌ای که صورتش رو خاک قتلگاه بود، نگران خانوادش بود، تدیر طرفا خفیا الی اهلک و رحلک، اون لحظه جون دادنم برای تو آتش گرفته بود. و عباراتی فرموده که این عبارات مال معصومه. بله اون حضرت سجاد نیست و حضرت سیدالشهدا چون میدونه شهید میشه این سخنان حقیقت او را فاش کرد، وگرنه اگه زنده میمون فتنه میشد. هرچی خودش میگه به حضرت عباس من امام نیستن، میگفتن بابای تو اینا که گفته 1/10 راجع به هر کی بگه ما امام بعدی میدونیم. ما میگیم کلماتی که مهمه وصف امامه نگید. به امام باقر از ادله امامت باقر سلام الله علیه اینه که گفتن شبیه پیغمبر. وقتی شما حواست باشه هر کلمه رو به هر کسی نگی بگن شبیه پیغمبر، میگن امامه. حالا اومد بیاد بره میدان، تنها شهیدی توی بین اهل بیتی های شهدا که سید الشهدا هیچ معطلش نکرد. استأذن اباه، تو از بابا اذن گرفت، بلا فاصله فاذن له، فرمود برو بابا برو. حتی ودا نکردن با هم. علی رفت سمت میدان، نظر نظرت آیس من، میدونه علی بر نمیگرده، با نومیدی پشت سرش نگاه کرد. ثم ارخا عینیه، دیگه نتونست نگاه کنه، سرشو پایین انداخت. حسین جان برات بمیرم، راه رفتنشو نمیتونی تحمل کنی، چجوری بالا سرش اومدی؟ اینجاست اونی که تا اومد بالا سرش اون علت دنیا بعد کل افا، خاک بر سر دنیا بعد از تو. نتونست نگاه کنه، چشم مبارکش خیس اشکه، سر مبارکشو پایین انداخت، بعد رو کرد به عمر سعد فرمود خدا رحم تو قطع کنه. علی رفت میدان دیگه. حالا چون روزه مفصل میخونن، من اون چیزهایی که شاید تو روزه نخونن عرض میکنم. رجز خون، همین رجز معلومه که با او چه میکنن. یه لحظه دیدن انگار پیغمبر داره حرف میزنه، این انگارش هم اشتباهه. اصلا گفتن پیغمبر داره حرف میزنه، زبارت سید الشهدا، صدای پیغمبر انگار. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، ولایت مال بابای منه. تالله لا یحکم فی ابن الدعی، ناپاکزادگان حق حکومت ندارن. رفت میدان و با او تن به تن کسی نجنگید. آقای دو عالم علی اکبر سلام الله علیه تشنه، او هم داغ دیده، نگران نوامیس پیغمبر، وارد معرکه‌ای شد گسترده، اما مرد میدان بود. قاتل قتالا شدیدا حتی ضج اهل الکوفه من کثرت من قتل، زجه اینا رو در آورد، جنگید. حالا دیگه این تحلیل منه. دید دیگه تو این حمله اخیر کار احتمالاً تمومه.
یا بخوام یه لایه دیگه ای نگاه کنم که اونم معنای عرفانی داره، نگاه کردی سالمه، بابا هنوز دل نکنده، ودا نکردیم، یه بهانه باید پیدا میکرد، کاش یه بهانه دیگری پیدا میکرد. اهل صدقه. سید الشهدا وقتی داشت میرفت میدان براش عبارات عجیبی فرمود. اللهم اشهد، خدای تو شاهد باش. این که امیرالمومنین در خندق میدان رفته است، حال سید الشهدا. پیغمبر وقتی امیرالمومنین خندق فرستاد دستاش رو به آسمان بود، خدا عرض کرد اللهم لا تذرنی فردن، خدای منو تنها نگذار، و انت خیر الوارثین. خدای قبل از این که ادامه روزه رو بگم، هر کسی از این جمع از شیعیان امیرالمومنین فرزند نداره، متعدد فرزند صالح بهشون عطا بفرما. پیغمبر تا امیرالمومنین از خندق برگشت دستش نیفتاده بود، داشت گریه میکرد. بره کسی اونو ببینه یاد اینجا میفته. سید الشهدا عرض کرد به خدا اللهم اشهد قد برز الیهم غلامون، خدا یه جوونی رو فرستادم میدون. خیلی عبارات عجیبه. شبیه هم حتی نفرمود، اشبه الناس خلقن. اشبه الناس خلقن میگفتن چهرش شبیه، قد و بالاش شبیه، راه رفتنش شبیه، و خلقن. کی من اخلاقم شبیه اخلاق علامه طباطباییه؟ وقتی باید یه شأنی داشته باشم دیگه، ادا در آوردنی که نیست. اون پیغمبر و منطقاً، یعنی سخن گفتن. الله اکبر. کجا رسیده این آقای ما؟ آقا جان، یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین ضیفک ببابک، ما به شما با عشق عرض ادب کردیم. سید الشهدا دوره که جمله دیگه هم فرمود، عرض کرد خدایا اذا اشتقنا الی نبیک، دلم برای جدم تنگ میشد. خیلی حرف عجیبه. نظرنا الیه، علی رو نگاه میکردم. امام سجاد هم هست، سید الشهدا هم نمیخواد نفی کنه که امام سجاد همین طوریه. عجیب اینه که این حرفا رو برای او زده. علی رفت میدان، نشد با هم ودا کنن، شاید دید سالمه، او بابا دل نکنده، ودا نکردیم. برگشت، یا ابت ان العطش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی. این باری که رو دوشم گذاشتی، از این معارفی گفتی، دیگه زرهو نمیتونم تحمل کنم. عرب وقتی کاری از دستش بر نیاد، پشت در اتاق عمل وایستاده، پزشک میاد میگه متاسفم، عرب میگه واقعوسا. یعنی دیگه جز فریاد کاری از دستم بر نمیاد. علی گفت یا ابت ان العطش قد قتلنی، سید الشهدا فرمود واقعوسا. هم دیگه رو بغل گرفتن، رفت میدان، جنگید، دورش کردن، تیراندازی کردن، از هر طرف تیر و سنگ می اومد. سر مبارکشو پشت گردن اسب آورد، سپر رو بالا آورد. یه نفر با چند نفر میتونه همزمان به جنگه؟ میدان دیدش کم شد. همین یه جمله رو عرض میکنم که به حضرت زهرا سلام الله علیها پناه برده باشیم. نیزه‌ای به پهلوی او. اتفاقاتی افتاد، از مسیر رو اشتباه رفت. گفتن صبر کنید، باز کنید، بذارید بیاد، به همه برسه. هر کی از علی در خندق و خیبر، از علی در جمل و صفین و نهروان کینه دار، بذارید به همه برسه. اینجا رو نمیشه گفت، نمیشه فهمید، نمیشه به زبون آورد. همینقدر عرض میکنم که سید الشهدا ایستاده بود، دید صدای نحیفی
پیغمبر کربلا پیام رسون: علیک من السلام یا ابتا، هذا جدی رسول الله، جدم اومده. یغروک السلام و یقول یا حسین عجل القدوم الینا. آقای دو عالم خودشو مثل باز شکاری رسون. صحنه ای که دید در پهنه کربلا، بلایی سرش آورد که از اسب پیاده شد، هنوز ننشسته بود زمین. فاذا الحسین قائم علی رأسه، تا پیاده شد بالا سر او شهق الغلام شهقة، جلو چشم سید الشهدا آقای ما نشست. دشمن هلهله میکرد ولی انگار دیگه نمیشنید، دلش آرام نشد. فوضع خده علی خده فنادا ولدی